دانشمندان روزه را عامل پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها می دانند. برخی بیماری های دشوار و لاعلاج، انواع بیماری های قند، کشیدگی زیاد عصب رگ‌ها، ضعف کلیوی، تنظیم نمک، تنگی سینه، التهابات گوارشی مزمن، سنگریزه های صفرا و برخی بیماری های پوستی و وسیله روزه درمان می شوند. روزه درمان برخی بیماری ها می باشد و چنانچه آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترسیم نموده است عملی گردد، عامل پیشگیری از بیماری های فراوان است. پس بنابر گفته پزشکان روزه عامل سلامت روانی است و افزایش توان نفس و عادت دادن بر رهایی از قید و بند هر نوع خوی و عادت می باشد و بهترین عادت این که انسان به هیچ عادت ننماید. فردی که به سیگرت عادت کرده است چگونه توانسته است در ماه رمضان آن را از خود دور کند؟ پس می تواند برای همیشه نیز از آن به دور باشد و بزرگترین شاهد و نمونه هم ماه روزه می باشد. انسان اراده و اخلاص خیش را با روزه تقویت می کند و روزه عبادت و اخلاص می باشد و مشاعر انسان را رشد می دهد و چه بسا خوراک و نوشیدنی فراهم است و انسان روزه‌دار چیزی از آن تناول نمی نماید. از جمله فواید مادی روزه این که معده، دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، کلیه ها و قلب در رمضان استراحت می کنند. این دستگاه مهم هرگاه از کار بیفتند زندگی انسان به جهنم تبدیل می گردد و چنانچه کلیه ها ناگهانی متوقف گردند ادامه زندگی امکان پذیر نیست و هرگاه قلب به سستی و ضعف مبتلا گردد و رگ‌ها تنگ و سفت شوند یا قلب گرفته شود در این صورت کار مشکل می گردد و روزه از بیماری های زیادی که قلب و رگ‌ها به آن مبتلا می شوند و بیماری های معده و روده، کبد، دستگاه ادرار و دیگر دستگاه مهم از قبیل دستگاه گردش خون و گوارش و دفع زواید و غیره پیشگیری می نماید. و ما نمی گوییم که روزه فقط درمان است بلکه علاوه بر آن عامل پیشگیری است. مقاله درباره بیماری های قلب می گوید کار قلب و سلامت آن و انتظام بخشی و انعطاف رگ‌ها بستگی به حجم و نوع غذای موجود در معده دارد. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم و نیز خداوند ما را بر رعایت میانه‌روی در خوراک و نوشیدنی دستور دادند. خداوند می‌فرماید: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بخورید و بیاشامید اما زیاده روی نکنید، بیگمان خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. پس هر که در خوردن و آشامیدن زیاده روی کرده باشد ماه رمضان نزد وی آمده تا آن خطاها، کجیها و تعفنات در دستگاه گوارش و وزن اضافی را اصلاح کند و اشتباهاتی که انسان در طول سال مرتکب می گردد روزه با وضع حد و مرز برای آن اشتباهات را جبران نماید. اما هرگاه انسان پایبند سنت نبوی باشد ماه رمضان به سلامتی و نشاط وی می افزاید و امام غزالی در کتاب احیای علوم دین باب بزرگ در فضایل گرسنگی آورده است و می فرماید تمام خیرها در خزانه های گرسنگی نهفته است و هدف از آن گرسنگی شدید نیست بلکه منظور میانه روی در خوردن و آشامیدن است، زیرا پرخوری ذکاوت را از بین میبرد و افزایش خوراک و ریختن غذا بر غذای دیگر و افزایش وعده های غذایی انسان را به کسالت و خمول و رکود و عفونت روده و فشار قلبی مبتلا میگرداند و رمضان جهت تجدید سلامت و تندرستی میآید و عمر ما محدود است. آیا این که با نشاط و توان به سر بریم و یا این که با بیماری سربار خانواده ایمان شویم و میان دو حالت مذکور تفاوت و فاصله هاست و در اینجا مجال بحث از فواید روزه نیست. همچنین روایت شده است روزه بگیرید تا تندرست باشید. هرچند این حدیث ضعیف است ولی معنای بسا بزرگی دارد و معنی تندرستی و صحت در اینجا پیشگیری از بیماری است، چون اگر شما روزه این ماه را تمام و کمال به انجام رسانید جسم خود را از بیماری های خطرناکی که شما را یارای مقابله با آن نیز دور نگه داشته اید. ولیکن این فردی که از خوردن و آشامیدن امتناع می‌ورزد ولی هرگاه کنار سفره بنشیند همچون شتر به خوردن بپردازد از روزهش بهره‌ای نمی‌گیرد. پس رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن در ایام روزه ضروری است. اما اگر وعده‌های غذایی روزانه را در رمضان به وعده‌های شبانه بدل کردید پس چه کار کرده اید و چه حاصلت می‌گردد؟ در افطار تا توانسته تناول نموده و نیمه شب وعده و هنگام سحر نیز وعده دیگر را صرف نماید،
این فرد وعده های روزانه را با شب عوض نموده، کار انجام نداده است و بیماری ها و درد دل ها به حالت خود باقی مانده است.